یک سوره را از انشاءالله شما در نمازاتون هم میخونید به نام سوره فیل. یه از پاره 30 قرآن. در اینجا دادرای ما برادرای ما قاری حضور دارند. برادران عزیز، من سوره را میخونم و معناهایی که در این سوره است برای شما از نقطه نظر مفسرای ایرانی گفته میگذارم و انشاءالله گمانم همینه که بعد گوش کردن معناهای این سوره که این سوره بزم اون که معناهاش بسیار جالبه و بسیار گوش کننده های با در درونش درس ها داره. هر یک قصه ای که در قرآن میاد، هر یک حادثه ای که آمده است در قرآن وی عبارت از درس، چند درس از داخل او یا چند عبرت از داخل او ما و شما باید که برداشت کنیم و بزرگا چی در داخل این چی را گذاشتن برای ما که ما عبرت بگیریم یا درس بگیریم. اگر الله مهربان مهلت من بده و اگر به شرطی که انشاءالله در ذهنم بیام من برای شما گفته همشا میگذارم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدهم فی تضلیل و ارسل علیهم طیرا ابابیل ترمیهم بحجارة من سجیل فجعلهم كعصف مأکول. صدق الله العظیم. این سوره برادرای عزیز نامش سوره فیل. برای چی این سوره را نامش فیل موندن؟ اصلا فیل گفته یعنی چی؟ همون حیوان بزرگ جوسه‌ای که ما و شما فیلش میگیم، این در عرب ها هم همون فیله. این سوره که اصلا یکی از قهرمان ها بگیم در داخل این سوره هم یکی از نقش های این حادثه را میبازیدگی که فیل هست و در اول آیت که نام فیل آمده است زین لحاظ ایرا مفسرای گرامی نامش گذاشتن فیل، سوره فیل. این برادرای عزیز عبارت های 5 آیت های و این سوره در مکه مکرمه نازل شدگی. ما جمع برادر مکی میگن و مدنی میگن. سوره های هست که در مکه نازل شدن، سوره های هستن که در مدینه نازل شدن. پیامبر نازنین ما 13 سال در مکه بود، یعنی از سال اگر 40 سالگی پیامبر شده باشد تا 53 سالگی حضرت در مکه بودند. بعد از 53 سالگی هجرت کردند مدینه، 10 سال دیگه در مدینه موندند. جمع بعثت پیامبریش گویم برادرها 23 سال بود و جمع با 40 دیگه 63 سال حضرت عمر دیدند. یعنی سوره ها در مکه و در مدینه نازل شدند. در دو مکانی که حضرت برای خود یعنی جای زیست انتخاب کرده بود سوره ها اونجا نازل میشه. از اون جمله همین سوره فیل در مکه مکرمه نازل شده است. برادرای عزیز، این حادثه فیل حادثه هست برادرای عزیز که پیامبر نازنین ما 50 یا 55 روز پیش از همین حادثه، این سال 571 بعد میلادی بگیم 571 میلادی، همین حادثه تخریب کعبه، چپه کردن کعبه از جانب او وقتی نقشه را کشید، اما سال 571 بود، سالی که
وای برای تخریب یا خراب کردن کعبه آمد و پیامبر 50 یا 55 روز پیش با گفتی مولانا صفی الرحمن مبارک پوری صاحب رحیق المختوم میگه 55 روز پیش از همین حادثه پیامبر تولد شدگی. یعنی او را برادرای عزیز یعنی عام الفیل میگن، سال فیل. کی که در مکه یگان مسئله و مثال پیش میوردن میگفتن یک سال پیش ای سال فیل بود یا یک سال بعدی فیل بود. حادثه فیل همه مردم قریش مکه همه میدونستند. تصور کنید که 55 روز پیش از همین واقعه برادرها پیامبر نازنین تولد شدگیه. الان که میگیم بسری معناهای همین سوره. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. خداوند بی اگرچه اینجا در مخاطب محمد ای صلی الله علیه و سلم الم تر به معنای مخاطبش اشاره به سوی محمد صلی الله علیه و سلم. خدا گفت که الم تر آیا ندیدی؟ آیا ندیدی؟ اگرچه مخاطب محمد هم باشه برادرها لیکن عامه این برای تمام عالم ای که شما آیا ندیدین که پروردگار شما با فیلها با لشکر ابرهه خدای شما چی معامله کرد؟ آیا ندیدین؟ یعنی یک هشدار دادن که من همون خدای هستم که این قدرت دارم. این هشدار دادن از روز همین واقعه تا قیامت که من همین قدرت دارم که خانه کعبه را برای حفظش دیدین که من چیکار کردم. ولی میبینیم چیکار کرده الله. آیا ندیدی ای محمد که الله تو با اصحاب فیل بین و کسانی که فیل ها را آوردن چی ها کرد؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدهم فی تضلیل. اینجا کید به معنای دسیسه برادرای عزیز، به معنای دسیسه، به معنای نقشه، به معنای نیرنگ. الله میگه که آیا ندیدین که آن نقشه ها و دسیسه هایی را که ابرهه کشیدگی بود، این پادشاه یمن کشیده بود، آیا ندیدین که من در برابر نقشه های کشیدگیش او را چگونه خارش کردم؟ اینها چیکار کردن پرنده ها؟ ترمیهم بحجارت من سجیل. سجیل گفتن سنگ پخته را میگن، سنگ که همیتا یا سنگ ها از آتش جهنم اومده بودن. این پرنده ها برادرها در نوله هاشون یک تا، در پاها یک تایی، 3 تا بگیم هر کدامش 3 دانه از نخود میده ترک. اینها آمدن و چیکار کردن؟ ترمیهم بحجارت من سجیل. اینها مقصد همون لشکرهای ابرهه را تیرباران کردن. فجعلهم کعصف مأکول. خدا میگه که وقتی که این تیرها سر داده میشید در بدن کدام اینها میزد مثل کهی را که یا علفی را که حیوان میخورد و پس میگردانش چقدر با آب دهنش همیتا آلوده خیلی یک حالتی همیتا بیننده را بسیار ناراحت میکنه. همون سنگ نفری بود برادران عزیز و گرامی به نام ابرهه ابن صباح. ایرا ابرهه اشرم میگن. این کس برادران در یمن اصلا این انا پادشاهی بگیم پادشاه یمن از طرفی نجاشی انتخاب شدگی بود. نجاشی برادران شما میدونید که این در همون حبشیستان میگیم و حبشی میگیم. همین حبشی و حبشیستانش همین افیوپیا، یعنی افیوپیا حاضره. همین افیوپیا
انکه از همون طرف این کی این ابرهه لعنت الله علیه از طرف همون پادشاه یمن انتخاب شد. وقتی که برادرای عزیز میدیدم که بسیار مردم همه میل ذوق به سوی خانه کعبه دارند، از یمن و از تمام منطقه می آمدن کعبه را که برای زیارت می آمدن. این ابرهه مثل همین کعبه که در مکه بود در همون شهر صنعا گفتگی انا همون جا یک کعبه ساخت، یک کعبه ساخت و در دلش همین را گذارم که من باید مردم جلب میلش از اوجا بگیرم و او را مقصد بیارم به طرف همین صنعا، به طرف همین یمن، همون طواف و همون عبادت اینجا کنم. در همین مقصد بود این آدم، در همین میل همین آدم بود. وقتی که همین مقصد و همین میلش در بین مردم گفتن گرفت، بعد عاشقای خانه کعبه هم در اون زمان بودن. بعد یک نفر گفتی خیلی آدم ابلهه، این نمیدانه که این کعبه را مقصد صاحبش الله و این به دست ابراهیم و جبرائیل و اسماعیل و با اینها ساخته شده است. این نمیتواند مردم از اونجا اینجا بیاره. به همین خاطر میگم بسیار غضبناک شد و رفت همون کعبه را که همین ابرهه ساختگی بود، میگه خیلی همین گویم هر گونه نوهای لای و خاشاک و نجاست و هر چی را گرفت آورد دیوالها و دروناش همین تا آلوده کرد. وقتی ابرهه میگه حالت آمد دید، برای او مقصد علکه یک رهی مقصد برآمدن خراب کردن کعبه شی همون را بهانه کرد که اینا وقتی که ما مقصد همین مقصد را گذاشتیم اینا آمدن مقصد این جای ساخته ما را بینه که به چه احوال انداختن. انا که من در عوض این در حق شما چی میکنم گفتن شما تماشا کنین گفتن. بعدا برادرای عزیز شما تماشا کنین گفتن. بعدا برادرای عزیز و گرامی ابرهه 60,000 عسکر 60,000 عسکر را میگیره و با 13 تا فیل های بود برادر عزیز چنان تعلیم دادگی بود که مثل همین تانکه های امروزه واری همین راست میرفت چپه کده رفتن بگیرد. و یکی از همون فیل ها برادر عزیز که پیش همه کشید به نام محمود بود، فیل محمودی، همون رهبر لشکر کلانش بگیم همون بود. اینا آمدن برادرای عزیز و گرامی در یکی از مکانها را مکانهای محصر میگن، این بین مزدلفه و بین مینا همینجا آمدن برادرای عزیز. اول پیشتر از این جای را به نام مغمس میگن. در اینجا آمدن همه را از سر فراوردن، لباس ها را ساز کردن، همه مجهز، همه تیار. اینا فکر کردن که ما از رویم اگر خانه کعبه را چپه کنیم مردم اونجا مقابل ما بلند می شود، ما باید تیاری ما باشد. اینجا تیاریشون دیدن و آمدن اکو خسته آمدن به طرف خانه کعبه در نزدیک شدن در بین مزدلفه و مینا ده که همون اسب محمودی برادرای عزیز به زانو زد، زانو قطعی خواب کرد، فیل خواب کرد، در زمین خواب کرد. هر چند که میزننش که بخیز نمیخیزد، طرف یمن میگرداننش طرف یمن در حرکت میکنن، طرف کعبه میگرداننش به زانو میزنن نمیروه. برادر عزیز حضرت مولوی یک مصرع داره، رسول را استونی حنانه بشناخت، ابوجهل آدمی و دشمنی ساخت. پیامبر وقتی بالا یک کنده خرما ده که موعظه میکرد مردم ده و خطبه میخوان، وقتی منبره که نوش کردن حضرت گفتن بیا بالای منبری نو ده، بالای منبر که برآمد کنده خرما یک چوب بود گریه کرد. بین
اهل مسجد میگه به خدای مهربان قسم نالش رنگ ناله کودک بود. میگه ما بر عیان میشنیدیم که همون کنده بی جان بی عقل مکلف نبودگی گریه دارد از فراق پیغمبر که تادی روزای بالای من میبرامد تمام دیگر امروز بالای من برای این ترک شد و منبری نوش کردن. میگه حتی پیامبر گرامی آمده بالاش هم تا دستش گذاشته در بالای کنده گفت وقتی دستش گذاشت گفت خاموش باش. میگه از گریه باز مون. اصحاب پیامبر میگه اگر به خدا قسم پیامبر همین را دستش نمیمان و نمیگفت که خاموش باش. اصحاب پیامبر میگه اگر به خدا قسم پیامبر همین را دستش نمیمان و نمیگفت که خاموش باش تا روز قیامت همین کنده گریه میکرد. بین یک کنده برادر عزیز پیامبر همین شناسد. لیکن ابوجهل آدمی و دشمنی ساخت. ابوجهل آدم بود و نشناخت. شما بینید برادر عزیز که فیل فهمید، فیل درک کرد که او خانه کعبه او را آفریدگار و بگیم محافظش الله های اونجا من حقی پیش رفتن ندارم. لیکن ابرهه آدم ایو ولی نمیشناسه، عقلش نمیگیره. همین زمان بود برادران عزیز که وقتی فیل نمیخیست که پرنده های پیدا شدن. پرنده ها برادران عزیز در تفسیرها میگه از طرف کرسنی ماره میگیم بحر سرخ. بحر سرخ برادر عزیز شما بدونید که بحر سرخ یک قسمش این طرف در سعودیه، عراق جدا میشانه، خب این طرف ایران، پاکستان، افغانستان و همینجا گرانیت بگیم تا همین مثال چی بحر سرخ جدا کرده. این طرفش دیگه سودان، افریقا، نیگریا، یگیپت، این همین بگیم مصر، همین دو تقسیم شدگی هست. همین کرسنی ماره را برادر عزیز در تاریخش میگه 438,000 کیلومتر کوادراتی هست. چقریش میگن 490 متر. از طرف همین بحر میگه پیدا شد همین پرنده ها. خدا رحمت کنه مفسرای ما را بعضیش میگه رنگش سبز بود، نولهای دراز داشتن، بعضیش میگه نه، بعضی میگه رنگی پرستو بود، رنگ می فلاشتریک میگیم خدمان، رنگ همین ها بود میگه. کمتر جوسش میگه بزرگترک بود، سیاه بود میگه. در دهن هر کدامشون برادر عزیز یک دانه ای نسک ده کمتر بالاترک، لیکن از نخود میده بود. 50 شوندم یک تایی. صاحب انوار القرآن برادر عزیز میگه که در هر یک دانه سنگ نامهای اسکران ایسوندگی بود. همون اسکرهایی که آمدن برای خراب کردن خانه کعبه همونا بود. ولی برادر عزیز پیش از آنی که مقصد او پیدا شوند میگه همین ابرهه وقتی که در همین نزدیک خانه کعبه آمد، همون جای محمصی که میگیم، میگه در حال نماینده شرایط کرد که در همین نزدیکی ها چی حیوانایی که دارن حیوانو را بیارید. و یک نامه هم داد که من قطعیش یک محاکمه کنم که من مقصد ما بگم که چی میگه. آمدن اون وقت برادر عزیز رهبر قریشی ها بابای پیامبر من بود، عبدالمطلب. این بدبخت ابرهه 200 تا شتر همین عبدالمطلب هم در حالت همون غصب کردن گرفته بود است. این آوازه به گوش ابرهه هم رفت. وقتی برادر عزیز به گوش ابرهه رفت میگه این زمان بود، میگه که عبدالمطلب میگه رسید. وقتی که رسید ابرهه برادر عزیز و گرامی از همون جای بلندی که داشت میگه نشستگی بود و اصلا بسیار همین بلندی در می نشستن. میگه وقتی که از اونجا که نشسته بود میگه گفتن نماینده قریشی ها همین رهبر پایان آمد. میگه آمد پیششون نشست و
فکر کرد که اگر ممکن البته یگان پیشنهاد دارن یا مقصدشون یگان جنگ کردن ای. گفت چیزی من خواندی نامه؟ گفت خواندم. گفت نقشه مرا فهمیدی که چی است؟ گفت فهمیدم. گفت چی میگوی در ای باب؟ گفت انا من برای 200 شترم آمدگیم. 200 شتری من از کرات گرفتگیم. میگه بینهایت ابرهه غضبناک شد. گفت من فکر کردم تو خیلی آدم جدی. من فکر کردم تو برای خانه کعبه یگان پیشنهاد میکنی که اینی قدر برای شما برای همین 200 شترم. او خانه کعبه را میگه به خودش محافظ داره، او به خودش رهبر داره که او الله هست. او خودش نگاش میکنه. خلاص برادر عزیز شترای را رها کرد و آمد مقصد نزد همون موضعی که گفتم. دیگر شتر به زانو زد، پیش نرفت. همین زمان بود که پرنده ها پیدا شدن. پرنده ها پیدا شدن برادرها و چنان میگه همون سنگ ها ولی همین سجیل برادر عزیز در نابود کردن قوم لوط هم آمدگی در قرآن. وقتی که خداوند همه قوم لوط هم تا برداشت و چپشون کرد، از بالاشون همین سجیل ریختگی است. این سجیلش برادر عزیز وقتی همون سنگ می آمده است میزده است این سوراخ میکنه. سوراخ میکنه از کجایی که باشد همون سوراخ میکنه میگذره. یعنی چقدر مقصد همون نفرهایی را که اگر همون سنگ میریزد در تنش میزند همون را تنش از سوراخ کرده یگان جای مقصد دیگر آباد شده میمانه. یک قسمتش میگریزن وقتی میبینن حالت میگریزن. از آن جمله همه ابرهه هم در همون جا یردار میشود. آمده تا یمن رسیدن برادر عزیز که همون سنگ که در بدنش رسیدگی است میگه چنان تنش خورد همون سنگ که حتی مردم میگن خیلی نگاه میکرد پوست بالای قلبش نبود دیگر، حتی دلش هم دیدن. بسیار به یک حالی بده، بسیار به یک حالی خاریه که در نقشه ها و دسیسه هاشون چگونه ذلیل خارشون کرده. و ارسل علیهم طیرا ابابیل. اینها را بین 60,000 لشکر را الله مهربان از قوای بزرگ استفاده نکرد. ایا پرنده اصلا بگیریم برادران در تاریخ همین آدمایی که مغرور بودن و همین آدمایی که مقصد دائم گردن کشی میکردن خداوند فقط از بگیم همون لشکر یا سربازی بسیار خرد استفاده میکرد. از اون جمله همین نمرود. این نمرود در دوره حضرت ابراهیم بود. ببینید همون وقتی که آتش افروخته کرد حضرت ابراهیم در درون آتش خواست پرتافت. لیکن وقتی ابراهیم میگه آمد گفت الله را عبادت کن، گفت همین از دست الله تو چی میاد؟ همین نمرود گفتش. بعد گفت که خدای من گفت میمیرانه و زنده میکنه. یکی از قدرتاش با همیه میمیرانه و زنده میکنه. ای خیلی گپی نه. همون دو پاسبان شو اینجا بیه هر دوش آمدن همین چند در پیش حضرت ابراهیم کشت. گفت اینش کشتم، اینش هم میتونم بکشم. یکی گفت این زندهش نگه دارم. اینه کشتن و زنده اینه گفت در پیشه. او آدم غرور را بیننده برادره. بعد از آن گفت الله من گفت تو همین گفت این ای دستت نمیه. میگه مغرور شد، بسیار غضبناک شد. گفت بسیار غضبناک شده باشی همین نفری را که حاضر کشتی که همین را زنده کن، همین را زنده کن. گفت ای دستت نمیه. چارکتاب میگه سوی آن خصمی که تیر انداختی پشه کارش کفایت ساختی. همین نمرود هم میگه همینجا الله مهربان غضبش آمد و یک پشک آمد در برنش در آمد. یک پشه همین آدمی که یک خود ملک داشت، یک عسکری به حد بزرگ داشت،
یک پشه آمد در دماغش در آمد میگه. همین قدر همین میگه در نیروی همین نمرود بازی میکرد که میدونین که علاجش چی بود. علاجش نمی پهلوان همون زمان همین یک تا در بنیش میزد درد میموند. اگر تو نمیزدی درد نمیمونده. و دوره سویدی اگر یاد داشته باشید تولیزرا بود. تولیزرا بعدم یکی اگه چیز گم میشید تولیزرش یک نمیزدی و ایشون میداد. ما هم تری تلویزیون کونه داشتیم همین یک تاش میزدیم با ایشون میداد وقتا. کمی اگه دیودکش بود چی بود نمیفهمیدیم دیگه. قزیکی همون چیزی بود تماشا میکن. همین نمرود هم عیناً همون شید. میگم پهلوان میگه اخیر دیگه بعد دست پهلوان نمیشید. میگه گرفتن آوردن میگه یک بالغه رو آوردن. همین قطعی کمی یک تاش میزدن درد میستاد. الله را ببینید برادرای عزیز، خار کردن رو ببینید، شرمنده کردن رو ببینید. اخیر میگه درد سختی بچید یک تا زدن نمیستاد. دو تا زدن بعد اخیر که زدنش با همین دیگه همه رو پوشمش میگه دیگه رش شد به همون خونشار شد. بگیم که به همون درد به همون احوال مرد رفت. ببینیم در برابر هر یک همی آدمای مغرور خدا ای کدام راه استفاده میبره. حتی قواهای بزرگی خدا که در قرآن میگه علم یعلم جنود ربک الا هو هست، یعنی لشکرهای خدای مهربان شما نمیدانین عدد چه. حتی ملائکه را بر سر اینا نمیفرستاد. یک پشه اونش ده پرنده. ولی ببین قوم فرعون دا چی روی کرد. ولی سوره اعراف ببینین آیت 30 یا 33 با قوم فرعون وقتی که اطاعت نکردن خداوند میگه من به سر اینها را روان کردم. برادرای عزیز شپوش قرآن دا میگه سوره اعراف آیت 133 را بینید میگه شپوش روان کردم. به سر اینها را کیک روان کردم. به سر اینها را زفده به معنای قرباقه روان کردم. با همین ها مقصد برادرای عزیز همونها را مقصد چیکار میکرد؟ اونها را مورد عذاب و شکنجه قرار میداد. و خودی برادرای عزیز دشمن پیامبرمون ابولهب ببینید، این عمک پیامبر بود لیکن یکی از دشمنای سرسخت پیامبرمون بود. چی؟ وقتی همین قد دشمنی کرد برادرها دشمنی کرد اخیر آورد خدای مهربان در درد طاعون گرفتارش کرد. این همی حاضر بیماری که ما میگیم کو همین درد در ابولهب پیدا شد. ببینین چنان دردی بود میگه که فشارش بلند میشید خوردگیش هم میپرتافت. بعد در تنش همین تا اولا برآمد. دیگه در همون خانه ای که ابولهب خواب بود برادرای عزیز دیگه حتی فرزنداش هم داخل نمیشید. طبیبا گفتن اگر کسی به این نزدیک شوید کسل گذرنده. به همین خاطر گفت هیچ کس به این نزدیک نشید. برادران میدونیم بعد اینا چی خیلی گرانیدن. اخیر نشد در اون بو گرفت. مردم اومدن گفتن ای بچه‌هاش گفتن نخواست شما همین قدر حقاً از همینجا بگیرین همین را و بوی همین ما را مقصد آزار میته. رفتم بیرون ای شهر برادرای عزیز جا کندن. میگه از دور ایستاده چلیکی ها زیر همین بیماری ها زیر را میگن 1.5 متر 2 متر. میگه از دور ایستاده چلیکی ها زیر همین بیماری ها زیر را میگن 1.5 متر 2 متر. از دور ایستاده برادرای عزیز با سر همین چوب ها قطعی همین خیلی تیله کرده برده در درون یا چقری پرفتاش. زین لحاظ ایو برادرای عزیز ولی گفتم هر یک قصه هایی که در قرآن میان یک عبرت داره، یک درس داره. خدا رحمت کنه حضرت مولانا را جلال الدین رومی را میگه شمع حق را ایف کنی تو ای عجوز هم تو سوزی هم سرت ای گنده پوز. شمع حق را ایف کنی تو ای عجوز هم تو سوزی هم سرت ای گنده پوز.
کی شود دریا ز پوزی سگ نجس، کی شود خورشید ازیفی منتمس. ای بریده آن لب و حلق و دهان، کی کند توف سوی مه یا آسمان. توف بر رویت باز گردد بشکه، توف سوی گردون ندارد مسلکه. هر کسی چی معامله کرد برادر عزیز، همون توفی کردگی جای قپیش نداره. میگه با گشته در بالا و روی خود چان زدگی. بر همین این قصه را من برادر عزیز خاطری که ما و شما در اینجا دعوت شدیم و از این قصه ها عبرتش این است که یکم که این در 55 روز می حادثه پیش از تولد پیامبر شده بوده است. پس با مردم مکه هشدار داد که اگر شما چخیلی که ابرهه خواست کعبه را چپه کنه، خودش چپه شید و چه آفت به سرش آمد، اگر شما هم اراده کنید که محمد میکشین، مثل قومی هم ابرهه نابودتان میکنه. این میگه یک گوشزد بود برای اونها. دیگر میگه درسش همین بود که در همین جا میگه نفرهایی که غرور دارن، نفرهایی که میگه بسیار بسیار تابع هوا و هوس خودشانند و در نزد خودشان بسیار بزرگ می نمایند. میگه این قصه ها میگه برای اونها درسه که دانین که الله مهربان خب در عوض انامین خصلت های رذیله شما با شما خیلی مناسبت میکنه. این میگه درساش همین است تا که مردم مثال از همینا دانن که همین هایی که همین راه را و همین عقیده را پیشه کردن با چی روزای بدی رسیدن. از الله مهربان خواهش میکنیم که خدای مهربان خاتمه کار هممون بخیر، ایمانمون با سلامت نگه دارد. خیر و احسان هایی که در این خاندان شده است خداوند به درگاهش مقبول نگه دارد.